دولت لباس معرفیگر ملت به حساب می رود. اگر لباس ملی هر ملت تاریخ و تمدن و فرهنگ اجدادی را تجسم نماید، پس چرا زنان و جوان دختران تاجیک با پوشیدن لباس غیر و یا حجاب و سطر سیاه رو آورده‌اند؟ زلفیه رحیمزاده موضوع را پیگیری نموده است. زیاد باعث تأسف است که امروزها در جامعه اکثر زنان و جوان دختران تاجیک در انتخاب و پوشیدن لباس گمراه شده فرهنگ لباسپوشی اجدادی را فراموش ساختند. برخورد فرهنگ و تمدن‌ها و آمیزش آن منفعت گروه‌هایی است که به خاطر از بین بردن فرهنگ یک ملت بزرگ ثبات جامعه و ایجاد تهدید و خطرهاست. اما زنان به عنوان تاجیک یا اینکه قدرت فهمیش چنین نازکی‌ها را ندارند و یا اینکه پایبند خرافات گشتند، زیرا نگاه داشتن عفت و پاکی و مسلمان بودن تنها در پوشیدن حجاب و با لباس سیاه پیچانیدن سر و گردن نیست. اکثریت آنها سطر برای دقت جلب کنی مردم میپوشند. همه ما مسلمان هستیم، مسلمانی در دل است. شمع ایمان ما، شمع دین ما، شمع الله در دل ما فروزان است، نه در مثال سطری که ما حجابی که به زمین یک قدم میپوشیم یا اینکه رنگ سیاهی که ما میپوشیم. با فرهنگ بیگانه رو آوردن بعضی از زنان و دختران تاجیک در حال است که رفتار و کردار آنها با پوشیدن لباس‌های بنام با آدابانه‌شان راست نمیگیرد. سطر آنها به مثل آن است که نه برای ترس از خدا بلکه برای زیب و زینت و آرایش خودشان آنها را میپوشند. در تن آنها تنگ بالای سر کوبانکه ها کردگی، 1 کیلو پودره و پن در ابروها کشیدگی، سطر پوشیدگی، گوشوارهای کلان طلا در گوش از بیرون سطر برآوردگی، این یگان ترس خدا نیست. برعکس این معلوم می شود که این رو آنها برای زیب خود و زینت خود در نمایش همچون لباس بیگانه پوشیده گشته ایستادند. دولت و حکومت تاجیکستان هرگز رخنه به زیبایی پیراهن تاجیکانه و میراث گرانبهای ملت تاجیک را نمیخواهد و نگاه داشتن هویت فرهنگی را مهم می‌حسابد. امروز وقتی آن رسیده است که اهل جامعه بخصوص زنان و دخترانی که رو به فرهنگ بیگانه آورده‌اند سیاست دولت را به درستی درک نمایند. هیچ کس ما را مجبور نکرده است که با سر لوچ یا که یگان لباس به طبع خودمان نازیب را ما پوشیم، لیکن انای تاجیکان را ما باید رعایت کنیم و فرهنگ تاجیکی خودم را پاس داریم تا که جهانیان دانند که تاجیک هم رسم و رسم تاجیکی خودش را دارد. لباس های بیگانه که تماما با ملت ما خلق تاجیک به او رو آورده است و به ملت ما تماما نمیزیبد. این سطر هم یکی از همان لباس های هست که تماما به ملت ما خاص نیست. در این روند تأسف آور آن است که به طرفی در تطبیق سیاست دولت از جانب عائله های صاحب منصبان و صاحبکاران نیز به نظر می رسد. فرهنگ لباسپوشی تاجیکی از طبقه بالایی منشأ گیرد. آدمان ثروتمند و زنها و دختران آنها این لباس تاجیکی را پوشند، این لباس غیر را از تنشان برآورند و طبقه پایانی هم آنها را دیده عبرت میگیرد و به این راهی تقلیدکاری نمی رود. رو به فرهنگ بیگانه آوردن بعضی زنان تاجیک خرافات پرستی را میماند، زیرا آنها در انتخاب لباس عقل و ذکاوت خود را استفاده نبرده بلکه به تقلیدکاری رو می آورند. اگر این افراد خود را با پوشیدن سطر و حجاب مسلمان حساب نمایند، پس چرا نه دانش دینی دارند و نه دانش دنیوی؟ چرا در برابر پوشیدن لباس‌های غیر به عمل‌های فحش و نامطلوب دست می‌زنند؟ عاقبت‌های ناخوش بیگانه پرستی ریشه در مانیدن به ذهن و شعور انسان هاست که خطری از دست دادن فرهنگ ملی این ملت کهن بنیاد را به میان گذاشته است. نمی لباس‌های تاجیکی به بر می‌کردیم، عجب زیبنده بود. همون دخترایی که لباس‌های سیاهی می‌پوشند نمی‌زیبشون، نپوشند همون لباس‌های سیاهی درازار و ترکی را. همین تاجیکی خودمون نپوشند، همون مولایی که چخیل دخترای پیش می بستن
همو خیل ببندن. وقتی آن رسیده است که جهت پیشگیری از بیگانه پرستی و پایداری فرهنگ ملی خود اندیشه نماییم، زیرا هیچ کس حقوق معنوی نیست کردن و یا رخنه زدن به فرهنگ و تمدن یک ملت بزرگ را ندارد. مورد عمل قرار گرفتن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان دیگرگونی جدی را در حیات ساکنان مملکت به میان آورده است و هدف از آن حمایت منفعت های اجتماعی مردم می باشد. ولی امروز بیگانه پرستی بعضی از زنان و بانوان و تقلید کورکورانه باعث نگرانی مردم گردیده است. گزارش محمود احمدزاده و الیاسی باباجان. در جمع آمد وسیع رهبریت و هیئت عالمان و کارشناسان و آموزگاران دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف از نتیجه های مثبت 10 سال عمل قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی اظهار قناعتمندی نموده از حالت های رو آوردن شهروندان علل خصوص زنان و دختران به فرهنگ بیگانه اظهار نگرانی کرده شد. در کوچه و خیابان زنان و مادران با ببر کردن لباس های چون سطر و عورت در ترغیب فرهنگ بیگانه سهمگذاری کرده با این عملشان در حفظ ارزش‌های خاص خلق و ملت تاجیک خدمت خرسانه می‌نمایند. در تاریخ گذشته خلق تاجیک لباس به فرهنگ و ملت خاص را به بر می‌کرد. از تحلیل‌ها و از مشاهده‌ها و از پرسش‌های سوسیولوژی برمی‌آید که امروز یک قسم مردم ما چه زنان چه مردان چه جوانان فرهنگ بیگانه به لباس بیگانه و به مدنیت فرهنگ بیگانه را آوردند که البته نابخشیدنی است. امروز برابر آن پیشروی جمعیتی که در تاجیکستان به چشم میرسد، خصوصا مردم زیایی که به آن خرج دهیم که بین مردم کارهای ترغیباتی فهماندهی را جهت دست نزدن اهالی خصوصا زنان به لباسهای بیگانه به فرهنگ بیگانه ما باید کارهای ترغیباتی را بیشتر به میان گذاریم. باید با تکیه به عنعنه های نیکی خلق عزیزمان، تکیه به فرهنگ اجدادی سازندی خودمان، جوانان امروزی خودمان را به فرهنگ سازندگی و فرهنگ ملی به اصالت ملی خلقمان دعوت نماییم که و آنها باید از نزدیک آگاه باشند که ما در حقیقت فرهنگ سازنده و قدیم داشتیم و ما آنها را باید به این سرخط امروز روانه نماییم. در همایش قید گردید که در زمان امروز هر دولت و ملت و شهروندان آن برای حفظ فرهنگ و تمدن که لباس و دیگر عرف و عادت‌های ملی به آن شاملند تلاش می‌نمایند. از این رو از همگان دعوت به عمل آورده شد که در حفظ و پایداری این ارزش‌های فرهنگی ملت کوشش نمایند. پیشگیری نکردن این حالت‌ها ما را به بیگانه پرستی، ما را دور شدن از فرهنگ نیکی نیاگان خود آورده می‌رساند که این البته بر ضرر فرهنگ ملی ما می‌باشد. و در اینجا ریشه اساسی فرهنگ ملی است. وقتی که فرهنگ از بین می رود، وقتی که زبان از بین می رود، این خود به کساد شدن و نابود شدن ملت آورده می رساند. و این همه اون یک درخت بزرگی می باشند که در ریشه و در پیوندهای آن ملت، در ریشه و پیوندهای آن فرهنگ، عنعنه، زبان، سر و لباس و لفظ زیبای مادری می استد. در جنبش همایش از جانب هیئت تدارکات تکلیف به عمل آورده شد که با جلب استادان صاحب تجربه و صاحب عنوان دانشگاه توصیه و دستورهای عملی برای کمخرج گذرانیدن جشن و مراسم ها و ترغیب فرهنگ ملی با دانشجویان و خوری ها تشکیل کرده شده. در روزنامه، مجله ها و سامانه دانشگاه مقاله ها در این موضوع تهیه و نشر کرده شوند. مردم کهن بنیاد و تمدن آفر تاجیک دارای